با خلاصه خبرگزاری شو از تاجیکستان جهان، من شعله گل خوجا در خدمت شما قرار دارم. امروز 26 میلیون است و یک جا مرور میکنیم به سرخطی مبزهای روز. با سوختار این دفعه لنگای آتش کارخانه 3 ساله عربه‌های کودکانه را در ولایت سوخت به کام خود کشید. دخترچی و شهادتنامه چی و چرا تا به حال در خانواده‌های تاجیک به دختران مثل فرزند بیگانه مناسبت میکنند؟ اگر ما در آینده مادر شدم اول در کودکان وای میگیرم که خانه شورنگ. زمین های تشنه لب در ولایت ختلون 10 گکتار زمین پخته کشاورزان در حال نابودی قرار گرفتند. دهقانان میگویند سالهاست کسی به دادشان نمیرسد. حاضر در موضع قرار داریم که 4 هکتار زمینه تا 13 روز میشه ما زمین آب داده نمیتونیم. برنامه را از سوختار در کارخانه روبای کودکانه شهر طرفشان شروع میکنیم. آتش سوزی بگاهی دیروز به وقوع پیوست و این کارگاه را کاملا از بین برد. نواره را که حالا شما میبینید نبی یوسفوف کاربر رادیو آزادی در اختیار ما گذاشت. از ریاست خدمات آتش نشانی ولایت سوخت گفتند که سوختار در پی رسیدن نقل‌های برقی به عمل آمد. بنابر آنکه در این کارخانه اشیاء خام از محصولات نفتی، پلاستماسی، ظرف‌های اکسیژن و گاز مایع و روغن‌های مالیدنی استحصالی نگه داشته میشد. علنگای آتش بلند بود. برای خاموش کردن سوختار 11 نقلات آتش نشانی جلب گردیده است. 19 منزل استقامتی شهروندان که در گرد و اطراف کارخانه جایگیر بودند از کام آتش نجات داده شد. به گفته این ریاست سوختار تلفات جانی را در پی نداشت. 26 میلیون در جهان همچون روز مبارزه علیه شکنجه یاد می شود. امروز در یک نمایش ویژه در دوشنبه خبرنگاری رادیو آزادی مولا رجب یوسفی برای بهترین تحقیقات ژورنالیستی جایزه گرفت. مسئله بدرفتاری و شکنجه یکی از مسائل عمده در تاجیکستان به حساب می رود. هرچند قانونگذاری کشور برای این عمل 20 سال زندان را پیش بینی کرده است، اما سازمان‌های دفاع از حقوق بشر میگویند تا رفت چنین موردها بیشتر می شود. اینجا عکس نفران گذاشته شده است که رنج شکنجه در تاجیکستان را میکشند. اکثر این نفران فعلا در قید حیات نیستند و به گفته نزدیکانشان بر اثر شکنجه جان دادند. سال 2013 در نخستین نمایش عکس‌های قربانیان شکنجه همگی 9 عکس پیشنهاد شده بود، اما با گذشت 5 سال این آمار 1 برابر افزود و فعلا در اینجا عکسی 18 نفر آنها گذاشته شده است که بر اثر شکنجه یا جان خود را از دست دادند و یا معیوب شدند. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بجزایی در تاجیکستان با نمایش عکس‌های اشخاص شکنجه شده توجه جامعه را به این مسئله جلب کردند. قربانیان شکنجه، اعضای عائله آنها و اینچنین ادوکات‌ها سالها کوشش میکنند، تلاش میکنند که هر یک حالت شکنجه و مناسبت غیرقانونی از روی حالت‌ها تفتیش ثمرانok گذرانده جوابداران و جوابداری جنایتی جلب کرده شد. یکی از آنهایی که امسال عکسش در قطار آنهایی که شکنجه شدند جای گرفت این عبدالرسول نظرف میباشد که او 28 ماه مارس امسال از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا بازداشت شد و بعد یک روز نزدیکانش جسدی او را گرفتن از بیمارخانه. حامیان حقوق انسان پیشنهاد کردند که برای پیشگیری از شکنجه جزا را نسبت اشخاص شکنجه کننده پرزور کنند. تنها اون شخصی که شکنجه می‌کند جزا دادن کم است. باید اگر سرداری مثلا تصور میکنیم که در یک ناحیه در یک ماه یک 2 مرتبه شکنجه شده است و مسئله جوابداری سردار شعبه را گذاشتن نکن. تا آن وقتی که سردار جوابداری را حس نمیکنند و من باوری دارم تاجیکستان همین خیلی است. اگر سردار باید همین کار را نکنید سخت است، اون پایان این کار را نمیکنند. برای همین از شما خواهش میکنم، من چند نفر شما را اینجا میشناسم، خیلی از شما فرزندم که اومدید همین مسئله را آمونید که جوابداری نه اینکه یک آدمای اجرا کرده همین جنایت، بلکه از آن جمله راهبرا همون نفره که مثلا جنایت میکند بگذار سردار شعبه یا میلیسیا سال آینده حقال خود را نگیرد. با این همه مسئولین ائتلاف ضد شکنجه میگویند امیدوارند در سال آینده آمار آنهایی که شکنجه شدن و عکسشان در این قطار جای میگیرد زیاد نخواهد شد. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابر شو،
آزادی دوشنبه. ضمن یکی از شرکت‌داران چوره‌بینی مربوط به شکنجه ظرف‌الله رحمانی سابق مشاوری حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی بود. او در صحبت با همکاران ما گفت که بعد 2 سال رهایی از محبس زندگی معمولی دارد. خانم ظرف‌الله تاکید کرد که دیگر به سیاست برگشتنی نیست و می‌خواهد در رشد سوادآموزی زنان و دختران سهم گذارد. قبلا تا این واقعه یک تشکیلات جمعیتی داشتن با نام نشاد که آن بیشتری فعالیت ما موضوعی روی بهداشت و زندگی خوبی دختران بود، از جمله به تحصیل فرا گرفتن دختران و ما چند برنامه پیاده کرده بودیم و فعلا هم میخوام که دختران تاجیک، زنان تاجیک صاحب معلومات باشن و فعالیت خود را در جامعه در مثال برای عبودی کشور حضور خود را داشته باشند. صحبت مفصل با ظرف‌الله رحمانی را میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. واقعا هم موضوع توجه به حقوق دختران و موقع آنها در جامعه خیلی جدی و حل طلب است. مثال عادی شهادتنامه تولد نخستین سندی را که طبق قانون هر شخص باید در 3 ماه اول زندگیش صاحب شود، بعضی دختران در تاجیکستان زمانی به دست میگیرند که الکی به بلاغت رسیدند، زیرا والدین گرفتن گواهینامه مهم را برای آنها ناضرور دانستند. چنین بی‌اعتنایی نسبت دختران چه پیامد دارد؟ سربیناز روح الله تحقیق کرد. دلنازه می‌خواهد خیاطی را آموزد و زندگی مشکل خانواده بزرگش را سبک کند. آرزو دارد در آموزشگاه تحصیلش را ادامه بدهد، اما حجت ندارد. خواستم خواندن وای نبود، شهادتنامه نبود. از همین سبب وای کردم، در خانه ایستادم نخواندم. بعد صنف 9 به او سند ختم را ندادند چون که شهادتنامه تولد نداشت. شماری از دختران در تاجیکستان با این مشکل روبرو هستند. مادر دلنازه میگوید تا چند سال پیش شناسنامه نداشت. فقط گریه میکردن که طلبمون دور، اما بین طلبها در ایزوکاش میشیم میگفتن. فقط التماس میکردم، معلمه را التماس میکردم که خونم بین ای چیزا کشونم مونده. به فرق از 2 دختر برای پسر سری وقت شهادتنامه گرفتند. آنچه گلجهان نمیخواهد بگوید این است که حتی در گرفتن حجت هم در خانواده‌های سنتی بیشتر توجه به پسر است. هستم خیلی دختر چی میگن که باید نخونه دختر و مثلا شهوار بروید و دختر چی خیلی کاکو مولی بگونه حساب میکنن و به شهوار که میتیان فکری ما همین ایده. مقامات هم اصل توجه کم داشتن به تهیه حجت‌های دختران را به عنعنات محدود کننده حقوق زن ربط می‌دهند. به فکر من که دختر چقدر صاحب معلومات، صاحب کسب باشد و با سواد باشد و چقدر ما اگر قدر زن و مادر رو دانیم و به اونها معلومات از زن، فرزندی صالح و صالحه به دنیا می‌آید. برخی همچون سبب جهالت والدین را پیش می‌آورند و آن را محکوم می‌کنند. ما فکر میکنم که پدر و مادرایی که مفکوراشون پسته همو در دختراشون دختر مقصد قدرشون نمیدونن پستر ده و دیر میگیرن شهادتنامه را. آمار دقیق دخترانی که شهادتنامه نگرفتند یا مشکل در این زمینه دارند موجود نیست، چون که این دلایل پنهان میماند. دلنازه به این نظر است اگر والدین سند تولد او را سری وقت میگرفتند زندگی او رنگ دیگر داشت. اگر ما در آینده مادر شدم اول در کودکم وای میگیرم که خواه نشود رنگ خود. بر طبق قانون تاجیکستان اگر پدر و مادر سری وقت سند تولد کودک را نگیرد تا 250 سومانی جریمه می شوند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و ما موضوعهای دیگر رو ادامه میدهیم. با گرم آمدن هوا و نورسایی آب پولیزی 10 گکتار زمین پخته در 3 جماعتی نویه فرخور در حال خشکشوی قرار گرفته است. دهقانان این زمین ها میگویند که اگر در 1 یا 2 روز دیگر زمین هایشان را آب دادن نتوانند امیدشان را از پخته میکنند. شکایت کشاورزان در حالی است که زمین هایشان به گفته خودی آنها به نام در سرگه آب قرار دارد. این زمینی پخته را 14 روز پیش دارو پوشیدند اما نتوانستند آب مانند. اکنون اعضای خواجگی دهقانی نیسای فرخور از تلف شدن پختهشان نگرانند. ما کجا پولی نداغم بتیم، از کجا پولی وام بتیم دیگه 15-16 هزار سوم باز رسخود که بغیر دیگه رسخود کردگی
نمیشود دیگه هیچ امکان نداره مجبور زمین پارت دیگه چه کنیم در 1 گکتر این زمین گندم کشتند تلف شد و اکنون 3 گکتر پخته دیگر را نیز این پیش آمد تهدید دارد. رئیس حکومت معاونش بیار مرتبه ببینه نمیان میگوشون میگه که ما با یگو کار کنیم خیلی 4 مرتبه در اومدگیم خلقی هست که اون دیگه دهتی ندارن که اگر شکل نمیدونم چیکار میکنیم این کی اون میره متا. در ناحیه فرخور 3 جماعت گلشن، دهقانریق و ظفر از بی‌آبی اذیت میکشند. با گفته آنها حالا حدود 100 گکتر زمینی پخته را خشک شوی تهدید دارد. حاضر در موضع قرار داریم که 4 هکتار زمینه تا 13 روز میشه ما زمین آب داده نمیتونیم. این همین منظره که روز میبینیم یک شبانه روز همینجا همه خلوری کردیم آب دادیم 20 متر میره آب خوب میشه. پرابلم به حد وزنه. پس سوال با میون که پرابلم دو یک روزه نیست. این از چندین سال تا 2 سال میشه که همین کار همین خیلی بی‌سر سوانه. این زمین ها به وسیله نساز ها آبیاری می شوند که متعلق به اداره آب تامین کنی ناحیه فرخورند. با گفته این کشاورزان زمین های آنها در سرگه آب قرار دارند. وضع زمین های پایان آب بدتر است. یک نساز میبرن شکم نساز میگردن میرن یک نخوا حکومت تاجیکستان یک قدرت نداره که یک دیگه طلب خراب برام ما سوم دادیم. کشاورزان میپرسند چرا با وجود سری وقت پرداخت کردن پول آب وقتی در کاری زمین‌هایشان به آب مانده‌اند. یک سال باشه مثال خیلی چکنی هر سال حال همیه هر سال. از حکومت ناحیه فرخور بر رادیو آزادی گفتند که از این مشکل کشاورزان خبر دارند و حالا در پی چاره اندیشیدنند. کشاورزان میگویند چندین بار است که این گونه وعده ها را میشنوند. و حالا رو می‌آوریم به جام جهانی فوتبال در روسیه. امروز قوازمایی‌های نهایی در گروه‌های سی و دی دایر می‌شود. دسته منتخب استرالیا با پرو و دانیا با فرانسه، همچنین آرژانتین با نیگریا و خرواتیا با ایسلند روبرو می‌گردند. دیروز قوازمایی‌ها در گروه آ و ب به پایان رسید. عربستان سعودی مصر و اروگوئه روسیه را شکست دادند. اسپانیا با مراکش و پرتغال با ایران نتیجه مساوی داشتند. اکنون در دور 8 نهایی اروگوئه با پرتغال و اسپانیا با روسیه روبرو می‌شوند. ولی حالا ما درباره قهرمانی دیگری صحبت خواهیم کرد. نخست دیدار با رونالدو در سارانسک و بعد آن کمک به دیگران برای آغاز زندگی نو با تنی سالم. چنین است نقشه مارینا باگامول و ساکن پنزه روسیه که محبتش نسبت استورای فوتبال رونالدو او را 10 کیلو خراب به زندگی دلگرم کرد. سلام، من مارینا باگامولова از پنزه. آرزو دارم عروسی کریستیانو رونالدو باشم. آرزو دارم که با او ملاقات کنم. من 44 ساله هستم و 1.5 سال می شود که تنهایم. فوتبال را به نهایت دوست می دارم. مارینا باگامولova به خاطر انسان محبوبش ستاره تلویزیون و فوتبال کریستیانو رونالدو 94 کیلو وزنش را پرتافت. 1.5 سال پیش من 209 کیلو و 600 گرم وزن داشتم. شما حالت مرا تصور نمی کنید. من فرش خانه را شستن و بند پایافزالم را بستن نمی توانستم. مارینا مجری کسبی چاره‌بینی‌های فرهنگی است. همین فربهی باعث شد که شوهرش او را ترک کند. ولی مارینا راه افتاده نگشت و دنبال آرزوی خود رفت. 1.5 سال پیش همراه دوستانم به هنگام تماشای تلویزیون رونالدو را دیدم. او مردی به نهایت دلکش است. چون این زن نباید از نظر کریستیانو رونالدو دور ماند. پرتافتن 100 کیلو وزن تنها به خاطر او و بدون یگان جراحی و پرهیز خاص. این صبحانه من است. صبحانه معمولی برای دختری فیتنس دوستدار. من 1.5 سال غذای سالم میخورم با دیرینگی تر و تازه و سینه مرغ. انا این خانه من است. این بهترین تالار ورزشی است. من در اینجا خودم را برای واخوری با رونالدو آماده میکنم. مارینا هفته 5 دفعه زیر نظر متخصص تمرین میکند. او وقت به اینجا آمد خیلی فربه بود و زیاد مشق میکرد. البته در زندگی هر یک زن روزهای خوب و بد دارد، ولی او راه افتاده نمیشد. در نتیجه 100 کیلو خراب شد. مارینا به هنگام فوتبال بازی به راحتی با سرش گل میزند. Я еду к тебе в Саранск 25 июня. На свидание. البته بعد قوازمایی دیروزه تیم پرتغال و ایران در جام جهانی فوتبال که رونالدو نتوانست توپ را از 11 متری به هدف رساند، یقینا این ستاره فوتبال ناراحت شده و نیاز به حرفهای خوب داشت. ولی به هر صورت انسانیت آرزو دارد که به همه آرزویش برسد و خدا کند که این زن نیز با این ستاره فوتبال ملاقات داشته باشد. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.